سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. من پرینازم، راوی داستان‌های زیبا و سرگذشت‌های واقعی. سابسکرایب کردن و لایک کردن و کامنت شما همراهان گرامی باعث دلگرمی من میشه. از محبتتون ممنونم. و اما میپردازیم به داستان امروز که بر اساس واقعیت هستش. داستانی جذاب و شنیدنی. پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه باشید. اسمم آرمانه و الان که براتون تعریف میکنم حدوداً 35 سالمه. 18 ساله بودم و تازه موفق شده بودم دیپلمم رو بگیرم و برای دانشگاه آماده بشم. تک پسر خانواده بودم و خانوادم جور دیگه‌ای به من اهمیت میدادن و مادرم اصرار داشت حتما به دانشگاه برم. من اون زمان ذهن و فکرم فقط دختر بود. به جنس مخالفم خیلی زیاد گرایش داشتم. با صدایی دورگه و سطح هورمون هایی که بسیار بالاست و اینطور داستان هایی که به خاطر اقتضای سنم بود حسابی درگیرم کرده بود. پدرم وارد کننده یک کامپیوتر و لوازم‌های مربوط به کامپیوتر بود. توی پاساژ علاءالدین هم مغازه‌ای داشت و کلی هم اسم و رسم داشت. از من میخواست زمان بیکاریم به مغازه برم و برای دانشگاه حتما رشته کامپیوتر رو انتخاب کنم. پیش همه به من میگفت آقای مهندس و به قول معروف منو خیلی تحویل میگرفت. تا اینکه یه روز خانمی اومد مغازمون. خرید داشت. من راهنماییش کردم. خانمی زیبا با صدایی دلنشین. به نظرم حدوداً 30 سال می اومد. داشته باشه. حقیقتش با لحن صحبت کردنش دل منو برد. خلاصه کلی از مغازمون خرید کرد و پدرم بهم گفت آفرین چقدر خوب راهنماییش کردی. فروش خوبی داشتی، بهت تبریک میگم. ولی من به تنها چیزی که فکر نمی کردم فقط قسمت بیزینسش بود. من چهرش توی مغزم ثبت شده بود و بیقرارش بودم. حتی تا صبح به یاد اون خانم. تا بالاخره خوابیدم. تا اینکه فردای اون روز صبح بود دوباره اومد مغازه و گویا برای نصب کردن دچار مشکل شده بود. از من خواست که خودم شخصا به منزلشون برم و نصبش کنم. با پدرم تماس گرفتم و گفت نه، شما توی مغازه بمونی بهتره و ایمان شاگرد مغازمون با اون خانم بره برای نصب. ایمان متوجه بیقراری و حالتهای من شده بود. خندش گرفته بود. گفت تو همراه خانم برو و غمت نباشه. پدرت بیاد من یه بهونه‌ای میارم و من هم خوشحال همراه خانم رفتم. با ماشینش به سمت خونشون حرکت کردیم. تلفن همراهش خیلی زنگ میخورد. حلقه‌ای هم توی دستاش نبود. حتی ماشینش هم رنگش قرمز بود و داخل ماشینش بوی خیلی خوبی میومد. همه چیز خیلی خوب بود. زمانی که با تلفن صحبت میکرد من فرصت نگاه کردنش رو داشتم. خنده‌هاش، صحبت کردنش، با اون چهره زیباش حسابی دلبری می‌کرد. خلاصه رسیدیم به منزلشون. یه واحد کوچیک و یه خوابه بود. حتی میز کامپیوتر تو قسمت حال خونشون گذاشته شده بود. من شروع کردم برای نصب کردن و با دقت تمام این کار رو می‌کردم. تمام توجهم به کامپیوتر و نصبش بود تا مبادا مشکلی پیش بیاد. که دیدم اون خانم مانتو و شالش رو در آورده با یه شلوار جینی تنگ و آستین حلقه‌ای و یه سیگار روشن توی دستش برام شربت آورد. گفت چند سالته؟ من سرخ شده بودم. گفتم 20 سالمه. نمیدونم چرا نگفتم 18 سالمه و احساس میکردم اگر بگم 20 سالمه حتما خیلی بزرگتر دیده میشم. خیلی مردتر دیده میشم. شربتی که برام درست کرده بود و داد دستم و به من خیلی نزدیکتر شد و از برنامه‌های کامپیوتری سوال میکرد. دقیقاً فیس تو فیس هم بودیم. راستش من سرخ شده بودم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم. وقتی که فاصله گرفتم شروع کرد به خندیدن. میگفت چی شد؟ از من ترسیدی؟ خجالت نکش، با من راحت باش. گفتم نه خانم، من اینطور راحتم. گفت خانم چیه به من میگه خانم؟ من اسمم مرجانه، تو میتونی به من بگی مرجان جون. با صحبت کردنش حسابی سرخ شده بودم و خجالت میکشیدم.
گفت عزیزم منم مثل تو مجردم و بعد هی به من نزدیکتر شد و با اشوه و لبندی با هم صحبت می کرد. من نتونستم مقاومت کنم. اون روز من از اون پسر خونگی که بودم فاصله گرفتم و احساس غرور می کردم و احساس یه مرد با قدرت رو داشتم. من فقط 18 سالم بود. تنها به لذت بردن فکر می کردم نه چیز دیگه ای. مرجان تمام لذت رو به من داد. کاری با من کرد که احساس می کردم دارم پرواز می کنم. تا بعد از ظهر پیشش بودم. متوجه شدم که مرجان زایمان داشته و گفت یه پسر داره و با پدرش زندگی میکنه. گویا همسر سابقش تصادفی داشته و بعد از اون معلول شده بوده و بعد از 10 سال نگهداری از همسر معلولش عاقبت خسته میشه و جدا میشه. اون روزها گذشت. علاقه من و مرجان به هم بیشتر شده بود. من بهش وابستگی شدیدی پیدا کرده بودم. مدام باهاش در تماس بودم، چکش میکردم. اگر جواب تلفنم رو نمیداد، کلی هرس میخوردم و بهش بد و بیراه میگفتم. مرجان هم با اشوه همیشه از دلم در می آورد. خانوادم احساس کرده بودن و خلق خم خیلی عوض شده بود. سعی می کردن که بروم نیارن و بیشتر نصیحتم می کردن. ولی من فقط تو فکر مرجان بودم. دلم میخواست پیش اون باشم. مرجان برای خوشحال کردن من هر کاری انجام میداد. من این رو میفهمیدم. از درس فاصله گرفته بودم و متوجه می شدم گاهی مرجان از من مخفی میکنه مسائلی رو. یهو غیبش میزنه، جواب تلفنمو نمیده. دیوونه می شدم و هر بار هم که اعتراض می کردم میخندید و میگفت فقط عاشق منه و فقط به من فکر میکنه. 2 3 سالی گذشت. من هیچ دختری به چشمام نمی اومد. مدام اضطراب داشتم، پریشون بودم، تپش قلب داشتم، خواب با کیفیتی نداشتم. بیشتر کابوس می دیدم، عرق سرد می ریختم. تمام ذهن و فکرم تنها مرجان بود. یه روز مادرم اومد و بهم گفت آرمان معلوم هست چته؟ اصلا حالتهای طبیعی و نرمال نداری. تو خیلی فرق کردی. انگار دعایی شدی. حواست به خودت باشه. خودتو جمع و جور کن. اون آرمانی که من میشناختم و پسر من بود نباید اینطور باشه. بعد از اون سعی کردم از مرجان فاصله بگیرم. بزرگتر شده بودم و مدام با خودم در حال جنگیدن بودم. میگفتم و میدونستم که باید با مرجان این رابطه رو تمام کنم ولی بعدش نمیتونستم. یه نیرو و قدرتی در من بود که به من اجازه نمیداد. من میدونستم و میفهمیدم که باید این رابطه هر چه زودتر تمام بشه ولی جسارت گفتنش و جسارت تمام کردنش رو نداشتم. تا اینکه یه روز به خودم جرأت دادم و بهش گفتم. فقط پای تلفن جیغ و داد میکشید. چند روزی بود ازش بیخبر بودم و سعی میکردم فراموشش کنم. توی اون مدت حالم خیلی بهتر شده بود. کابوسام کمتر شده بود. روی کارم بیشتر تمرکز میکردم. فقط گاهی دچار اون اضطراب و دلاشوبگی میشدم ولی خب خیلی زود گذر بود و زود خوب میشدم. کم کم دخترای دیگه هم میدیدم و به چشمم میومدن. از جوانی و شادابی دخترای جوان خوشم میومد. تا اینکه یه روز برام پیامک فرستاد. نوشته بود دلم خیلی برات تنگ شده آرمان، خواهش میکنم بیا ببینمت، بهت احتیاج دارم. در جواب بهش گفتم به صلاحمون نیست مرجان، هر دوستی پایانی داره، بهتره که به روال عادی زندگیمون برگردیم. ما برای هم مناسب نیستیم. دوستی خیلی خوبی بود، ازت ممنونم، ولی ادامه این دیگه صحیح نیست. جوابی نداد. فردای اون روز دوباره به هم پیام داد. من جلوی پاساژم یا میای یا همین الان میام و برای بابات همه چیز رو تعریف میکنم. بهشون میگم اون پسر خوب و نجیبی که دارین چه ها که نمیکنه و آبروتون رو میبرم. با شناختی که ازش داشتم میدونستم که ازش بر میاد و حتما این کارو میکنه. ترسیدم. رفتم. دوباره منو به خونه‌شون برد و از من رابطه میخواست. وقتی میدیدمش دیگه هیچی نمیتونستم بگم. شروع کرد به خودش رو لوس کردن و گفت آرمان من عاشقتم. تو رو خدا دیگه جلوی من از جدایی صحبت نکن. من توانش رو ندارم. من تو رو با تمام وجودم میخوام. خیلی دوست دارم.
صحبت از بیوفایی نکن، منو ناراحت نکن، قربونت برم. دیگه صحبتاش به دلم نمیشست. گفت فکر نکن که دخترای جوان خیلی خوبن. اونا نمیتونن تو رو خوشحال نگه دارن. نمیتونن تو رو راضی نگه دارن. اونا هیچ کاری بلد نیستن. و شروع کرد از این جور صحبتها. من حال خوبی نداشتم. مدام با خودم در حال جنگیدن بودم. چند روزی گذشت از خدا میخواستم خودش زودتر تموم کنه. از ترس من سوء استفاده میکرد. تا جوابشو نمیدادم با تلفن مغازه تماس میگرفت و یا الکی میومد تو پاساژ خودش رو نشون میداد. حسابی ازش میترسیدم. نمیدونم از بی‌آبرویی میترسیدم. از پدرم خجالت میکشیدم. ولی خب این ترس رو داشتم و مرجانم ترس من رو فهمیده بود و بیشتر سوء استفاده میکرد. تا اینکه یه روز نهار رفتم پیش مرجان و گفت غذای مورد علاقه منو درست کرده. انصافا هم دستپخت خوبی داشت. بلد بود یه مردو چطوری نگه داره. خب مرجان سالها توی زندگی بود و تجربه بالایی داشت. اوایل دوستیمون به من گفته بود 30 سالمه ولی بعد من متوجه شدم دروغ گفته. از من 17 سال بزرگتر بود. اصلا هم سنش بهش نمی اومد. حتی بعدش متوجه شدم پسرش از من 1 سال بزرگتره و دانشجوه. یادمه اون موقع با وجود علاقه و وابستگی زیادی که نسبت به مرجان داشتم این قضیه خیلی تو ذوقم خورده بود. احساس می کردم با یه خانم همسن مادرم در ارتباطم. البته مرجان از مادرم فقط 7 سال کوچیک‌تر بود. ولی باز هم ادامه دادم و به اشتباهم ادامه میدادم. اون روز ناهار رو خوردیم و مرجان رفت حمام و دیدم صدای زنگ گوشی میاد. هرچی نگاه کردم دیدم هم گوشی من و هم گوشی مرجان روی میزه. پس این صدای زنگ موبایل از کجاست؟ دیدم صدا از کیف مرجان در میاد. متوجه شدم 2 تا گوشی داره. تلفن رو جواب دادم. الو نگفتم. صدای مردونه‌ای بود که میگفت الو مرجان جون، نانازی من، مرجان جونم. هیچی نگفتم و فقط تلفن رو قطع کردم. حسابی عصبانی بودم. کنجکاویم گل کرده بود و گوشی رو باز کردم. تو قسمت کانتکت تلفناش رفتم. کلی شماره تلفن بود به اسمهای خاله شادی، خاله بهناز، خاله مهناز، فالگیر، رمال، دعانویس. آخ که تو کی بودی؟ از تمام شماره ها با گوشیم عکس گرفتم و تلفنشو گذاشتم سر جاش. نشستم دوباره همون جایی که نشسته بودم و به روی خودم نیاوردم. آخ که توی قلبم، فکرم، ذهنم چه قوقایی بود. به این فکر میکردم من چند سال وقتم و با چه زنی گذرونده بودم. مرجان کیه؟ احساس خوبی نداشتم. وقتی از مرجان جدا شدم به تمام شماره ها زنگ زدم. یا خانم جواب میداد یا یه آقا. آخ که چقدر من احمق و ساده بودم. با یکی از شماره ها تماس گرفته بودم. شماره به نام خاله بهناز سیو شده بود. من وقتی صداشو شنیدم قطع کردم. دوباره همون شماره با من تماس گرفت. جواب دادم. خانومی با اشوه صحبت میکرد و گفت جانم شما تماس گرفته بودین چی کار داشتین؟ گفتم من با بهناز خانم کار داشتم. گفت عزیزم خودم هستم جونم. جوری راحت و صمیمانه صحبت میکرد که انگار سالهاست که منو میشناسه. خلاصه یکم صحبت کردیم و متوجه شدم خانومه واقعا خاله‌ایه برای خودش. قرار گذاشتیم. به همراه دوستم رفتیم به محل. یه آپارتمان توی محله لوکسی بود. خانومی که درو باز کرد از شکل و شمایلش متوجه شدیم که شغلش چی میتونه باشه. با چرب زبونی ما رو دعوت کرد داخل. دیدم چند تا دختر و زن نشستن و بر دارن ما رو نگاه میکنن و لبخند میزنن. صدای موزیک، جو خونه حالمو داشت به هم میزد. خانومه به هم گفت ببین بین دخترام که اونجا نشستن کدومو میپسندین؟ نگاهی کردیم و گفتیم هیچ کدوم. رفت گوشی موبایلش رو آورد کلی عکس نشون داد. و عکس مرجان هم بین اون عکسا بود. گفتم من اینو میخوام. گفت وای مرجان جون چه خوش سلیقه‌ام هستی. شروع کرد به قیمت دادن. دنیا رو سرم خراب شده بود. آخ که من دلبسته چه زنی شده بودم. باورم نمیشد که مرجان میتونسته یه زن هرزه باشه. توی این مدت من با کی بودم؟
خلاصه بهونه آوردیم و از اون خونه کثیف که حالم داشت به هم میخورد اومدیم بیرون. حالم خراب بود. از خودم شرم داشتم. خجالت میکشیدم. من اسیر هوای نفسم شده بودم. آخ من چه کردم؟ تصمیم گرفتم دیگه به مرجان فکر نکنم. دیگه جواب تلفناشو ندم، زنگ نزنم. دیگه نمیخواستم ببینمش و با خودم جدی بودم. اون لحظه اونقدر عصبانی بودم که گفتم هر اتفاقی که میخواد بیفته، هر بی‌آبرویی که میخواد بذار بشه، باد، من دیگه نمیخوام ادامه بدم. تا اینکه مرجان هر روز چندین بار زنگ میزد، پیام میداد، گاهی پیام‌های عاشقانه و گاهی هم پیام‌های تهدیدآمیز. من جواب نمیدادم. رفتم خط و گوشیمم عوض کردم که دیگه اصلا شماره‌شو توی گوشیم نبینم. ازش چندشم میشد. تا اینکه یه روز از باشگاه می اومدم و یه راست رفتم مغازه. دیدم مرجان نشسته و با پدرم مشغول صحبت کردنه. چقدر وقیح بود مرجان. وقتی دیدمش راستش اولش خودم رو باختم، ترسیدم. ولی با خودم تصمیم گرفتم. گفتم آرمان شجاع باش، از هیچی نترس. بذار هر چی که میخواد بشه. وقتی مرجان بیخیالی منو دید با نگاهش سعی کرد تهدیدم کنه. ولی دید نه بیفایده است. رو به پدرم کرد و با صدای بلند و بی‌آبرویی شروع کرد از من صحبت کردن. دریوری گفتن که پسرتون به من تجاوز کرده، پولای منو بالا کشیده و از اینطور صحبت‌های زشت. پدرم صورتش سرخ شده بود. اونقدر برافروخته بود که اگر اون لحظه کبریت میکشیدیم قطعاً آتیش میگرفت. گفت خانم صداتو بیار پایین. این چه طرز صحبت کردنه؟ بعد رو کرد به من و گفت این زنی که چی داره میگه؟ من سرمو انداختم پایین. اصلا روم نمیشد تو صورت پدرم نگاه کنم. پدرم کل داستانو فهمید. با نگاه تحقیرآمیزی به مرجان نگاه کرد و گفت ببین خانم من امثال شماها رو خوب میشناسم. شاید پسرم گول شما رو خورده ولی الان با پدرش طرفی. دقیقاً روبروی پدرش ایستادی و داری اینطور محکم صحبت میکنی. من میدونم که باید باهات چی کار کنم. امثال شماها یا دنبال پولن یا دنبال بی‌آبرویی. از سن و سالت خجالت نمیکشی از پسر من که یه بچه است داری صحبت میکنی؟ تو هم سن مادرشی. چجوری روت میشه جلوی من نشستی و اینطوری داری با وقاحت از تجاوز اینها صحبت میکنی؟ بعد هم به ایمان اشاره کرد و بعد از چند دقیقه پلیس اومد. صدای مرجان بالاتر رفته بود و بی‌آبرویی میکرد. من خیلی خجالت میکشیدم از پدرم، از تمام همکارای پاساژ، ولی خب دیگه چاره‌ای نداشتم. گیر بدزنی افتاده بودم. تا اینکه پدرم منو بغل کرد و گفت عزیزم نترس. آرمان ما الان میریم کلانتری و همه چیز رو توضیح بده. قوی باش. تو جوان بودی، خام بودی پدر من، بی تجربه بودی، اشتباه کردی. خیلی هم اشتباه کردی. مسیر زندگی تو عوض کردی. ما فهمیده بودیم. ولی به روت نمی آوردیم. خدا رو شکر دیگه تموم شد. از این به بعد یاد میگیری با هر اشوه‌ای دلت نلرزه. تجربه خوبی شد برات. درسته که به پای بی‌آبرویی تموم شد ولی تا آخر عمرت همیشه برات عبرت میشه. نباید بازی اینجور زنها رو بخوری. باز هم سر راهت قرار میگیرن پدر من. ولی باید یاد بگیری. دست پدرم رو بوس کردم و گفتم بابا منو ببخش. من خیلی اشتباه کردم. توی کلانتری سیر تا پیازو نوشتم و تعریف کردم. پدرم شکایتنامه‌ای تنظیم کرد از فحاشی کردن و هتک حرمت. در آخر مرجان رو دیدم که داشت گریه میکرد و منو تهدید و نفرین میکرد. این بار پدرم پشتم بود. گفت این زن مشخصه چی کار است. برو و دیگه پشت سرت رو نگاه نکن. و بالاخره دوستی ما تمام شد. به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت اسیر هوای نفسم نشم و با هر اشوه‌ای دلم نلرزه. همراهان گرامی از همراهیتون ممنونم. امیدوارم که از شنیدن این داستان واقعی لذت برده باشید. منتظر نظرات شما عزیزان هستم. ممنونم که لایک میکنید و از کانال من حمایت میکنید. تا یک داستان دیگه با من، خدا یار و یاورتون.